أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما از سلسله درس های اعراب متن کتاب الآجرومیه 3 درس گرفتیم و حالا باشد با عون و کمک و فضل الهی درس 4 از سلسله درس های متن کتاب الآجرومیه را براتان تقدیم خواهم گردانید. درس امروزه من درس 4 باب معرفت علامات الاعرابی، از همین جا شروع می شود درس امروزه. پس 3 درس گذشته هر مسائل را بسیار با تفصیل بیان کردم. اکنون از این بعد اون مسائلی که ذکر کرده بودم آنها بیاید فقط یک اشاره میکنم، اشاره مختصر و به پیش می رویم و مسائل نو اگر آمد تفصیلات و بیان خواهم کرد. اکنون اعرابی، باب معرفت علامات الاعرابی. اینجا را ما چند وجه اعراب کردن در حق داریم. میتونیم بگیم که باب معرفت علامات الاعراب، ترجمهش یعنی بابی شناختن نشانه های تغییر یافتن آخری کلمه ها. پس بابو می شود بگیم که این خبر است برای مبتدای محذوف. بابو خبر برای مبتدای محذوف است. اصل کلام چنین است یا تقدیر کلام چنین است که هذا باب معرفت علامات الاعرابی. هذا مبتدا است، بابو خبر مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة. باب مضاف، معرفة مضاف إليه، مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة وهو مضاف. معرفة باز مضاف مشود، علامات مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وعلامات مضاف الإعراب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الکسرة الظاهرة على آخره. پس علاماتی جمع مؤنثی سالم است. این بود اعرابی، اولین وجه اعراب. دویم وجه اعراب می شود بابو را خچه مبتدا میگیم و میگیم که تقدیر کلام چنین است که باب معرفت علامات الاعرابی هذا محله. باب معرفت علامات الاعرابی هذا محله. پس بابو مبتدا چطور اعرابش تا آخر کردیم. پس میگیم هذا بابو مبتدا اول مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره، بعد از اون تا آخر معرفت علامات الاعراب رختون اعراب کنید و بعد هذا ها حرف تنبیه مبنی علی الفتح، ذا اسم اشاره مبنی علی السکون في محل رفع مبتدا ثانی. هذا مبتدا ثانی است. محلو خبر برای مبتدا ثانی، محلو مضاف ها مضاف الیه. پس هذا محله مبتدا ثانی مع خبره خبر للمبتدا الاول. بابور خبرش انا همون هذا محلو مبتدا دویم قطعی خبرش خبری بابو می باشد. این دویم وجه اعراب. سوم وجه اعراب میتونیم که ما ایرا بگیم مفعول بهی. پس بابا میخونیم که باب معرفت علامات الاعرابی. پس بابا مفعول بهی برای فعل محذوف است. تقدیر کلام چنین است که اقرأ باب معرفت علامات الاعرابی. اقرأ فعل امر و فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت و بابا مفعول بهی مضاف و معرفت مضاف الیه تا آخر چطوری که اعراب کردیم. و چهارمین وجه، این وجه ضعیف است یا خیلی قلیل است یا اختلاف است در مسئله مجرور خواندن بابی.
یعنی باب معرفت علامات الاعرابی، باب معرفت علامات الاعرابی. در این صورت تقدیر کلام اقرأ فی باب معرفت علامات الاعرابی. اقرأ فعل امر و فاعله ضمیر مستتر تقدیر انت و فی حرف جر بابی اسم مجرور. پس اقرأ فی فعل حرف جر رو در اینجا حذف کرده هستیم. در این مسئله اختلاف است که این جایز هست یا نیست. در درس‌های گذشته این رو با تفصیل بیان کرده بودیم. پس این هست باب معرفت علامات الاعرابی را اعرابش به چنین اعراب کرده می شود. میتونه بگوی بابو، میتونه بگوی بابا، میتونه بگوی بابی. هر سه حرکت دادن حرف با در کلمه باب جایز و درست می باشد. فقط وجه های اعراب رو باید بدونید که چرا بابو گفتید، چرا بابا گفتید و چرا بابی گفتید. دانستن این براتون حتمی می باشد. بعد از این عباره نو رو میارد، میگوید للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون. میگوید که رفع 4 علامت دارد، یکمش ضمه و دویمش واو، سومش الف و چهارمش نون می باشد. اکنون للرفع لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. رافعی اسم مجرور و علامت جره الكسرة الظاهرة. للرفع الجار والمجرور متعلقان بكائن خبر مقدم. للرفع خبر مقدم می باشد. اربع مبتدا مؤخر، اربع مبتدا مؤخر مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة. علام وهو مضاف، اربع مضاف، علامات مضاف إليه مجرور و علامت جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس للرفع اربع علامات شد خبر مقدم مبتدای مؤخر. پس این شد مبتدا و خبر. بعد از این الضمتو رو ما چند اعراب کرده می توانیم. میتونیم بگیم الضمتو بدل هست از اربعو، بدلی اربعو هست. این یکی از اعرابو هست. پس میگیم الضمتو بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمتو الظاهره. اینا میگیم بدلی بعض من کل، بدلی بعض من کل و ضمیر در اینجا محذوف است. اصلش الضمتو منها یعنی من اربعی، یعنی که ضمم از همون 4 چیزهای علامتهای اعراب می باشد. این یک اعرابش بدل. و دویم اعرابش میتونه بگیم که الضمتو خبر هست برای مبتدای محذوف. الضمتو خبر للمبتدا المحذوف مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهره. تقدیر کلام چنین است که احدهما الضمتو، احدها الضمتو، احدها الضمتو. احد مبتدا مضاف ها مضاف الیه، الضمتو خبر می باشد و خبر می شود. این هست دویم وجه اعراب. دویم وجه اعراب به این طریقه می شود اعرابش کنی، خبر برای مبتدا محذوف بگیری الضمتو را. و سیوم وجه اعراب الضمتو و الضمته می خونیم، منصوب می خونیم. در این صورت جایز است که الضمته بخونیم. اگر الضمته خوندیم والواو والالف و نونه همه اینها را منصوب میخونیم، به خاطر اونه که مفعول به برای فعل محذوف می شود. پس الضمته تقدیر کلام چنین است که اعنی الضمته، یعنی قصد دارم ضمه را، یعنی رفع 4 علامت دارد، قصد همین است که یک تاش ضمه هست، قصد دارم ضمه را. پس اعنی فعل و فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انا، الضمته مفعول به اعنی می شود. پس این بود سیوم وجه اعراب در کلمه الضمتو یا الضمته. پس 3 وجه اعراب کردن این کلمه جایز و درست می باشد. والواو، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الواو اگر الضمتو گفتی، الواو معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهره. اما اگر که الضمته گفتی والواو می شود معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره. والالف، واو حرف عطف
مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الالف معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. اما الضمة گفتی میگو الالف معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. والنون واو حرف عطف، النون معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. اما اگر خوندی که الضمه منصوب قطعی خونده باشی یکمش را، پس میگی و نون، بعد میشود معطوف على المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة. پس این بود اعرابی للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون. پس با همین اعراب این پر شد. بعد از این صاحب کتاب میگوید فاما الضمه فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. پس این عباره ها، ترجمه عباره ها. اما ضمه علامت رفع است در 4 جا: در اسم مفرد یکم، و در جمع تکسیر دوم، و در جمع مؤنث سالم سیوم، و فعل مضارعی که در آخرش یگون چیز پیوست نشده باشد، یعنی ضمیرها یا نونهای توکید پیوست نشده باشد. پس این شد 4 جایی که ضمه علامت رفع می باشد. اکنون اعرابش: فاما الضمه، فای فصیحه است، مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. در گذشته فای فصیحه را بیان کردیم که جواب سؤال مقدر می باشد، دیگر حاجت به تکرار کردن نیست. اما باشد حرف و شرط و تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. الضمه مبتدا مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. فتكون، این فا میگو فا واقعه فی جواب اما شرطیه ای، اما شرطی تفصیلی که هست، این فای جوابی اما می باشد. الفا واقعه فی جواب اما، این فا در جواب اما آمدگی است. یا میگن فای رابطه جواب، این طور نام هم دارد، فای رابطه جواب. تكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة واسمه، اسم تكون، واسمه ضمير مستتر تقديره هي، برمیگرده به ضمتو، هي برمیگرده به الضمة. علامة خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. علامة خبر تكون منصوب و علامة خبر تكون منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة. پس میگوییم که فتكون علامة جملة فعلیه فی محل رفع خبر الضمه. الضمه مبتدا بود، پس فتكون علامة این جمله فعلی، فعل ناقص با اسم و خبرش در محل رفع خبر شده ایستاده است برای الضمه. الضمه مبتدا بود، این خبرش می باشد. اما خودی جمله اسمی یعنی مبتدا مع خبره، الضمه مبتدا فتكون علامة جمله فعلی خبرش کی بود، این جمله اسمی جواب اما شرطی است لا محل له من الاعراب. در اعراب چنین بیانش میکنید که الضمه فتكون علامة جمله اسمیه من مبتدا و خبر جواب اما لا محل له من الاعراب. اما شرطی تفصیله جوابش می باشد لا محل له من الاعراب، چنین اعرابش میکنید. بعدش میگوید که للرفع فی 4 مواضع. لام حرف جر مبنی علی الکسر، رفعی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. للرفع الجار و المجرور میتونیم بگیم که متعلق به علامتن. للرفع جار و مجرور متعلق به علامتن، این یک اعرابش است. میتونیم بگیم که للرفعی
علامتن که نکره هست للرفع الجار والمجرور متعلقان بکائنتن نعت می شود برای علامتن، یعنی علامتن کائنتن للرفعی. پس تقدیر کلام چنین می شود. پس للرفعی را میتونیم ما صفت بگیریم برای علامتن، صفت علامتن. بعد از این میگوید فی اربعت مواضع، فی حرف جر اربعتی اسم مجرور، فی حرف جر اربعتی اسم مجرور، اربعتی مضاف، مواضع مضاف الیه مجرور و علامت جره الفتحة نیابة عن الكسرة، الفتحة نیابة عن الكسرة لأنه اسم غیر منصرف. مواضع اسم غیر منصرف است و بجای کسره فتحش دادگی هستند و غیر منصرف از کسره را قبول نمی کند. پس فی اربعتی الجار والمجرور متعلقان بعلامتن، این فی اربعتی را ما جار و مجرور متعلق برای علامتن میگیریم. جار و مجرور الجار والمجرور متعلقان بعلامتن. این بود اعرابی فاما الضمة فتكون علامة للرفع في اربعة مواضع. بعد از این میگوید فی الاسم المفردی، فی حرف جر مبنی على السکون لا محل له من الاعراب، الاسمی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، الاسمی منعوت، المفردی نعت، نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره على آخره. اکنون فی الاسمی الجار والمجرور متعلقان بکائن، جار و مجرور متعلق به کائن است، متعلق به کائن است، بدل هست از اربعتی، فی اربعت مواضع، انما اربعتی را بدلش است. فی الاسمی الجار والمجرور متعلقان بکائن بدل من اربعتین، بدل از اربعه می باشد این جار و مجرور را متعلقش. بعدش میگوید و جمع التکسیری واو حرف العطف مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، جمعی اسم مجرور معطوف، معطوف در جای اسمی هست، الاسمی معطوف على المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، و جمعی مضاف، التکسیری مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. بعد از این میگوید و جمع المؤنث السالمی واو حرف العطف مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، جمعی اسم مجرور معطوف على المجرور مجرور، یعنی هم در جای الاسمی، فی الاسمی در جای اسمی عطف شده ایستاده است. پس جمعی مجرور معطوف على المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، جمعی مضاف، المؤنثی مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، سالمی نعت المجرور مجرور. پس جمعی با منعوت می شود، مضاف شده به مؤنثی، جمعی هم معرفه شده است به سبب مضاف شدن به اسم الف لام دار. پس سالمی نعت می شود برای جمعی نه برای مؤنث. باز فکر نکنید که از سالمی جمعی المؤنثی است، جمع مؤنث نیست، بلکه از سالمی نعتی المؤنثی فکرش نکنید، زیرا اینکه این از سالمی نعت برای جمعی هست نه برای المؤنثی، یعنی که مؤنث سالم نمی شود، جمع سالم می شود. معنا رو دقت بدید پس خوب میفهمید این مسئله رو. پس میگید که از سالمی نعت المجرور، یعنی نعت جمعی، نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره على آخره. بعد از این میگوید والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، الفعلی معطوف على المجرور مجرور، در جای فی الاسمی در جای الاسمی عطف شده ایستاده است. الفعلی معطوف على المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره و هو منعوت، الفعلی منعوت است. المضارع نعت الاولی نعت المجرور مجرور
وعلامة جره الكسرة الظاهرة المضارعي. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت ثان للمجرور. نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الذي نعت برای نعت دویم برای فعلی هست. نعت برای فعل می باشد. لم يتصل بآخره شيء. لم يتصل بآخره شيء. لم حرف نفي ونصب. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يتصل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. بآخره بي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. آخری اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة. آخری مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. بآخره الجار والمجرور متعلقان بيتصل. يتصل فعل مضارع است متعلق بآخره می باشد. بآخره الجار والمجرور متعلقان بيتصل. شيء فاعل يتصل است. يتصل فعل مضارع است. این شيء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بعد از این جمله لم يتصل بآخره شيء جملة فعلية صلة الموصولة لا محل له من الإعراب. یعنی الذي اسم موصول است، اسمای موصوله صله طلب میکنند. پس لم يتصل بآخره شيء این جملة فعلية صلة الموصولة لا محل لها من الاعراب می باشد. پس این بود اعرابی جمله های کلمه های فاما الضمه فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. با همین اعراب اینها با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. اول ترجمه این عباره ها. اما میگه واو علامت رفع است در 2 جا. یکم در جمع مذکر سالم، دویم در اسماء خمسه و همون اسماء خمسه ابوک و اخوک و حموکی و فوک و ذو مال می باشند. پس اکنون اعراب این کلمات چی است؟ واو حرف عطف است. واو حرف عطف است در جای بالا دکی و اما الضمتو و اما الواو عطف است در جای اما الضمتو. میتونیم واو عاطفه بگیریم، میتونیم واو رو واو استئناف بگیریم، استئناف الاستئناف البیانی. واو رو میتونیم بگیم واو الاستئناف البیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. یعنی که اختیار داره، میتونیم که واو عاطفه بگیریم مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب یا واو استئناف بیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. پس استئناف بیانی را در درس‌های گذشته با تفصیل بیان کرده بودیم. اما حرف شرط و تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. الواو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فتكون افاره میگیم الفاء واقعة في جواب اما شرطی که هست این فا در جواب انا همون شرط واقع شده استاده است. میتونیم بگیم فای رابطه جواب. تکونو فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم واسمه ضمیر مستتر تقدیره هي برمیگرده به واو تقدیره هي. علامتا خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اکنون فتكون علامتا جملة فعلیه، یعنی فعل ناقص با اسم و خبرش جملة فعلیه فی محل رفع خبر برای الواو. الواو مبتدا بود
فتكون علامتا جمله فعلی خبری الواو می باشد. پس جمله اسمی الواو فتكون علامتا، جمله اسم مبتدا با خبرش، این جوابی اما می باشد لا محل له من الاعراب. اما شرطی است، جوابش الواو فتكون علامتا می باشد که لا محل له من الاعراب می باشد. بعد از این میگه که للرفعی، لام حرف جر، رفعی اسم مجرور. الجار و المجرور میتونیم بگیم که متعلق به علامتن، میتونیم بگیم الجار و المجرور متعلقان به علامتن، یا میتونیم بگیم که اعراب وجه دوم که للرفع الجار و المجرور متعلقان به کائنتن، نعت برای علامتن، نعت میشود برای علامتن، زیرا که علامتن نکره هست. فی موضعین، فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. موضعین اسم مجرور بفی و علامت جره الیاء نیابة عن الكسرة لأنه مثنى و النون عوض عن التنوین فی مفرده. پس فی موضعین الجار و المجرور متعلقان بی علامتن. این فی موضعین را جار و مجرور میگه متعلق، هر دینا متعلق هستن با علامتن. فی جمع المذکر السالمی، فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. جمعی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. جمعی مضاف، المذکری مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. السالمی نعت، نعتی مذکر نیست، نعتی جمع است، زیرا که جمع مضاف شد به مذکر، مذکر که معرفه که است جمع معرفه شد، پس السالمی نعت می شود برای جمعی، برای جمع نه برای مذکر. پس میگیم السالمی نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره علی آخره. پس فی جمع المذکر سالمی، فی جمعی الجار و المجرور متعلقان بکائن بدل می شود برای موضعین. این بدل می شود در جای موضعین، در محل جر، در محل جر، زیرا که موضعین اسم مجرور می باشد. پس فی جمعی جار مجرور متعلقان بکائن بدل برای موضعین. این بود اعراب فی جمع المذکر السالمی. و فی الاسماء الخمسه واو حرف جر، فی اسم مجرور، اسمائی، فی واو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. الاسماء اسم مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. الاسماء نعت، الاسماء منعوت. الخمسه نعت، نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. یعنی الخمسه صفت شده ایستاده است، نعت شده ایستاده است برای الاسمائی. پس فی الاسمائی عطف در جای فی جمع المذکر سالمی می باشد، عطف می شود در جای فی جمع مذکر سالم. و هی ابوک، واو در اینجا واو الاستئنافی، واو استئنافی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. هی مبتدا، پس هی ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. ابو خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهر. ابو خبر مرفوع علامت رفع الواو نیابة عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. ابو مضاف، الكاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. پس و هی ابوک و حرف استئناف، هی مبتدا، ابوک خبر می باشد. و اخوک واو حرف عاطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. اخو معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه و علامت رفع الواو نیابة عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. اخو مضاف، الكاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. و حموکی واو حرف عاطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. حمو معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه. و حمو مضاف، الكاف ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیه. پس اخوک، حموکی عطف در جای ابوک می باشند.
و فوک واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. فوک فو معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وفو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه می باشد. و ذو مال واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذو معطوف على المرفوع مرفوع يعني در جای ابوک معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وذو مضاف مال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس این بود اعراب و اما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. با همین اعراب این کلمات به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة. صاحب کتاب میگوید و اما الالف ترجمهش اما میگه الف علامت رفع است در اسمهای مثنا مخصوص، خاص اسمهای مثنا را علامت رفعشان الف می باشند. اکنون اعرابش و اما الالف واو حرف العطف میتونه واو بگیم حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. میتونه بگیم حرف استئنافی بیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. دو وجه اعراب کرده میتونیم این واو را. اما حرف شرط و تفصیل مبنی على الفتح على السكون لا محل له من الاعراب. الالف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فتكون علامة میگیم فا واقعة في جواب اما. این فا واقعش دیگه در جواب اما یا فای رابطه جواب. تكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. یا فعل مضارع مرفوع فعل ماض فتكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة. پس اسم تكون ضمیر مستتر تقدیره هي یعنی برمیگردد به الف. تقدیره هي این هي برمیگردد به الالف. علامة خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس فتكون علامة تكون با اسم خبرش جمله فعلی في محل رفع خبر للمبتدا. الالف مبتدا بود فتكون علامة جمله فعلی خبر برای الالف می باشد. اما جمله الالف فتكون علامة یعنی مبتدا با خبرش جمله اسمیه جواب اما لا محل له من الاعراب. این جواب امایی شرطی می باشد لا محل له من الاعرابی می باشد. للرفعی لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. رفعی اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. للرفعی الجار والمجرور میتونه بگه متعلقان بی علامتن، جار و مجرور متعلق به علامه، یا میتونه بگیم که للرفع الجار والمجرور متعلقان بی کائنتن نعت برای علامتن، صفت میشود برای علامتن زیرا اینکه علامتن نکره می باشد. فی تثنیة الاسماء خاصة فی حرف جر مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. تثنیتی اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تثنیتی مضاف الاسماء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. اکنون في تثنیة الاسماء في تثنیتی الجار والمجرور متعلقان بعلامتن. این جار و مجرور متعلق به علامتن می باشد و خلاص. بعد از این میگه خاصتن.
خاصتا را ما چند اعراب ها کرده میتوانیم بگیم که خاصتا مفعول مطلق برای فعل است. میتونیم خاصتا بگیم که مفعول مطلق برای فعل می باشد، یعنی که اخص خاصت، مفعول مطلق برای فعل محذوف می باشد. اخص خاصتا یعنی که مفعول مطلق برای فعل محذوف می باشد. پس تقدیر کلام چنین است که اخص خاصتا، یعنی که و اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنیه الاسماء اخص خاصة، یعنی الف را خاص میکنم مخصوصی اسمهای مثنا. پس میشود که ما خاصتا را مفعول مطلق برای فعل محذوف اعرابش بکنیم. همین اعرابش بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد. باز والله اعلم. این بود اعراب های و اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنیه الاسماء خاصة. با همین اعراب این کلمات به آخر رسید. و بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنية او ضمير جمع او ضمير المؤنثة المخاطبة. ترجمهش اما میگن نون علامت رفع میشود در فعل مضارع هر وقتی که پیوست شود به فعل مضارع ضمیر تثنیه یا ضمیر جمع یا ضمیر مؤنثه مخاطبه. این بود ترجمهش. اکنون اعرابش چی است؟ و اما نونو و میتونم بگیم که واو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. میتونم بگیم واو استئنافی بیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط و تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. النون مبتدا مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فتكون علامة فا حرف الفاء واقعة في جواب اما یا فای رابطه جواب. تكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة واسمه ضمير مستتر تقديره هي برمیگردد به نون. فتكون هي یعنی همو هي برمیگردد ضمیر به نون. علامة خبر تكون منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اکنون فتكون علامة جملة فعلیه فی محل رفع خبر برای النونو مبتدا بود. فتكون علامة جمله فعلی در محل رفع خبری النونوی مبتدا می باشد. بعد از این النون فتكون علامة مبتدا قطعی خبرش جمله فعلی جواب اما می باشد که لا محل له من الاعراب. پس این بود اعراب و اما النون فتكون علامة. میگوید که للرفع لام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. رفعی اسم مجرور باللام و علامة جره الکسرة الظاهره. للرفع رو میتونیم بگیم که جار و مجرور متعلق به علامتن یا میتونیم بگیم که جار و مجرور متعلق به کائنتن نعت میشود برای علامتن، صفت میشود برای علامتن. في الفعل المضارع في حرف جر الفعلی اسم مجرور في حرف جر الفعلی اسم مجرور فعل منعوت المضارع نعت فعل منعوت المضارع نعت المجرور مجرور و علامة جر الكسرة الظاهرة. في الفعل الجار والمجرور متعلقان بعلامتن. این فی الفعلی جار و مجرور متعلق میشود با علامتن. بعد از این میگوید اذا اتصل به ضمیر تثنیه او ضمیر جمع. این اذا را نامش میگویند که اذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه. در اعراب چنین بیان کرده میشود که ظرف اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه
منصوب بجوابه. این اعراب اذا است. اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. واتصل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب با حرف جر الها اسم مجرور به با حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور به الجار والمجرور متعلقان باتصل اتصل فعل کس متعلق شدن به با اتصل. ضمیر فاعل اتصل، این ضمیر فاعل اتصل است. فاعل مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهره. ضمیر مضاف تثنیه مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره على آخره. اکنون اتصل به ضمیر تثنیه، میگم که جمله فعلیه فی محل جر مضاف الیه، زیرا که اذا ظرف لما یستقبل من الزمان هست، یعنی که اذا ظرف است، ظرف که باشد پس مضاف است. پس اتصل به ضمیر تثنیه، این جمله فعلی فی محل جر مضاف الیه است. اذا مضاف اتصل به ضمیر تثنیه فی محل جر مضاف الیه اعراب میشه. چطوره که در وقتی گفتم ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه، خافض لشرطه یعنی شرط اتصل به ضمیر تثنیه فعل شرط است. فعل شرط در محل جر مضاف الیه می شود، زیرا که خود اذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه این مضاف است، زیرا که ظرف است، ظرف مضاف است. اما اتصل به ضمیر تثنیه، این جمله فعلی فعل شرط فی محل جر میگیم مضاف الیه. اکنون اذا چی طلب میکند؟ اذا عامل طلب میکند. از در گفتن گفتیم که اذا ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه، اکنون شرطش مضاف الیه میشود. اما منصوب بجوابه، اذا ظرف از ظرف منصوب هستن، کنی عاملش جواب شرط عاملش میباشد، جواب شرط عاملش میباشد. از بعد از عباره را خلاص کردن اعراب این اطفا را اعراب میکنیم، بعد جواب شرط را بیان خواهیم کرد. میگه او ضمیر جمع او حرف العطف مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. ضمیر معطوف على المرفوع مرفوع، یعنی ضمیر این ضمیر عطف شده است در جای ضمیر تثنیه، در اونجا عطف شده استاده است. پس میگم ضمیر مرفوع معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهره. ضمیر مضاف جمع مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. بعد از این میگوید او ضمیر المؤنثة المخاطبه، او همچنین حرف العطف مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. ضمیر معطوف در جای ضمیر تثنیتی، ضمیر تثنیتین عطف در جای ما ضمیر هست. میگه او ضمیر معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهره على آخره. ضمیر مضاف المؤنثة مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره على آخره. پس مؤنثتی منعوت المخاطبه نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره على آخره. پس المخاطبتی نعت می شود برای المؤنثتی، نعت می شود برای المؤنثتی، یعنی صفتی المؤنثتی می باشد. پس دیدید اذا را گفتیم اذا ظرفیه شرطیه هست. وقتی ظرفیه شرطیه که باشد فعل شرط جواب شرط برای ما در کار است. اذا اتصل به ضمیر تثنیه، اتصل این جمله فعلی در محل جر، این جمله فعلی فعل شرط است، در محل جر مضاف الیه شد. پس کنی جواب شرط، جواب شرط در کجا است؟ میگیم جواب شرط در اینجا محذوف است، در اینجا جواب شرط محذوف است. چرا حذف شدگی است؟ دل علیه ما قبله، زیرا اینکه ما قبلش بر این دلالت کرده ایستاده است. ما قبلش چی است؟ ما قبلش میگه که
و اما نون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. انا همین عباره دلالت کرده ایستاده است که جواب شرط محذوف است. اکنون تقدیر کلام چی می شود؟ تقدیر کلام را دقت بدید. اذا اتصل به ضمیر تثنیه فیرفع بالنون. انا این شد فیرفع بالنون علامتی انا این شد جواب شرط. فیرفع انا من یرفع جواب شرط است. پس اذا ظرف است کنی عاملش، زیرا که ظرفا نصب می شود، عامل در کار برای نصب کردنش کنی عاملش، انا من یرفع یکی جواب می شود محذوف است، جواب محذوفی جواب شرط، انا همین عامل اذا هست، انا همین عامل اذا می باشد. نمی یرفع اذا را نصب می کند، اذا پس مبنی علی السکون فی محلی نصب می شود، زیرا اینکه ظرف است. بعد اذا مضاف اتصل به ضمیر تثنیه در محل جر جمله فعل شرط مضاف الیه، یرفع جواب شرط است، این جواب شرط عاملی اذای ظرفیه می باشد. پس این بود اعرابی اذا اعرابی و اما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمیر تثنیه او ضمیر جمع او ضمیر المؤنثه المخاطبه. با همین این عباره هم به آخر رسید. اکنون تا اینجا ما گفتیم که رفع 4 علامت دارد، اینها را گرفتیم با تفصیل اعراب کردیم. با همین رفع اعرابش خلاص شد. بعد از این میگوید ولی نصب 5 علامات، نصب میگوید 5 علامت دارد. دیگه اینجاش دیگه تقریبا تکرار همون مسائل گذشته که هست زودتر گرفته میگذره میرویم. ولی نسبی و میتونیم حرف عطف بگیریم، میتونیم حرف استئنافی بیانیه بگیریم. مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لی حرف جر نسبی اسم مجرور، جار مجرور متعلقان بکاینین، خبر مقدم، 5 مبتدا مؤخر، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، 5 مضاف علامات مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسره الظاهره. پس ولی نسب 5 علامات مبتدا و خبر را در اینجا ما پیدا کردیم. پس کلمه الفتحتو، الفتحتو را میتونیم بدل از 5 بگیریم، بدل از 5 بگیریم. میتونیم که الفتحتو را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم، یعنی که احدها الفتحتو. میتونیم که الفتحته بگیم مفعول بهی برای فعل محذوف بگیریم. پس 3 وجه اعراب کرده میتونیم. 2 وجهش مرفوع است الفتحتو یعنی بدل از 5، یا که الفتحتو خبر مبتدای محذوف یعنی احدها الفتحتو، یا مفعول بهی که در این صورت منصوبش میخونیم بگیم الفتحته. پس این بود اعرابی الفتحتو یا که الفتحته. والالفو و حرف العطف، الالفو اگر الفتحته گفتی الالفه میگوی، الفتحتو گفتی الالفو میگویی. معطوف علی المرفوع، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. والکسرتو والیاء و حذف نونی. والکسرتو والیاء وابسته به الفتحتو گفتنت است. اگر الفتحتو گفتی اینها را هم مرا الفتحتو والالفو والکسرتو والیاء و حذف نون میگوی، همه اینها عطف میشود. معطوف علی المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره میشود. اما گفتی الفتحته والالفه والکسرته والیاء و حذف نونی میگوی، در این صورت معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره میگویی. این هست اعرابی این کلمه ها. فقط در آخر و حذف معطوف علی المرفوع مرفوع، بعد میگه مضاف النونی مضاف الیه مجرور و علامت جری الکسره الظاهره. بعد از این میگوید فاما الفتحه فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. اعراب این کلمه ها میگوید که فای فصیحه است. این فاما فای فصیحه است. فای فصیحه را در بارش با تفصیل بیان کرده بودیم. اما حرف شرط و حرف تفصیل است. حرف شرط و حرف تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. الفتحه مبتدا فتكون علامه، فا واقع فی جواب اما
تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامة خبر تكون فتكون علامة جملة فعلي في محل رفع خبری الفتحتو مبتدا بود فتكون علامة خبرش می شود. پس الفتحتو فتكون علامة مبتدا قطعی خبرش جواب اما لا محل له من الاعرابی می باشد. للنصبی لام حرف جر نصبی است مجرور پس این جار و مجرور میتونیم بگیم متعلق به علامتن میتونیم بگیم للنصبی جار و مجرور متعلق به کائنتن نعتی علامتن. في ثلاثة مواضع في حرف جر ثلاثة اسم مجرور ثلاثة مضاف مواضع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. پس في ثلاثة الجار والمجرور متعلقان بعلامتن این في ثلاثة جار و مجرور متعلقان بعلامتن می باشد. بعد از این میگوید في الاسم المفردی في حرف جر مبني على الكسر مبني على السكون لا محل له من الاعراب اسم مجرور في الاسم الجار والمجرور متعلقان بكائن بدل از جای ثلاثتی بدل در جای في ثلاثة مواضع في الاسم بدل در جای ثلاثتی می باشد. پس الاسمی منعوت المفردی نعتی الاسمی نعت المجرور مجرور و جمع تکسیری و حرف العطف مبني على الفتح لا محل جمعی معطوف على المجرور مجرور یعنی که جمع در جای الاسمی عطف شده ایستاده است. جمعی معطوف على المجرور مجرور و علامة جر الكسرة الظاهرة جمعی مضاف التکسیری مضاف إليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بعد از این میگوید والفعل المضارعی اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء والفعل و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الفعلی معطوف على المجرور مجرور این الفعلی عطف جو الاسمی فی الاسم المفردی در جای نمو الاسمی عطف شده ایستاده است. الفعلی معطوف على المجرور مجرور و علامة جر الكسرة الظاهرة و هو منعوت المضارع نعتی الفعلی نعت المجرور مجرور و علامة جر الكسرة الظاهرة. اذا این همون ایزایی که پیشتر بیانش کردیم. اذا ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. پس این همون اذا هست. دخل فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب علیه علی حرف جر الها مبنی علی الکسر فی محل جر اسم مجرور علیه الجار والمجرور متعلقان بدخله ای علیه جار و مجرور متعلق هر دو متعلقان به دخله فعل می باشد. ناصبون فاعل دخله است. ناصبون فاعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. پس دخل علیه ناصبون این فعل شرط است. پس میگم دخل علیه ناصبون جمله فعلیه فعل شرط فی محل جر مضاف الیه زیرا که اذا ظرفیه هست مضاف است. دخل علیه ناصبون فعل شرط در محل جر مضاف الیه می باشد. بعد از این میگوید ولم یتصل به آخری شیء واو اینجا واو این واو میگیم واو حالیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب این واو حالیه است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لم حرف نفی و جزم و قلب مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. يتصل فعل مضارع مجزوم باللم و علامت جزم السکون بآخری بی حرف جر آخری اسم مجرور آخری مضاف الها في محل جر مضاف إليه بآخری الجار والمجرور متعلقان بيتصل شيء فاعل يتصل فاعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة. پس جمله ولم يتصل بآخره شيء جملة فعلیه في محل نصب حال می شود از همون فعل مضارع از فعل مضارع ده حال می شود. این جمله فی محل نصب حال اعراب می شود. بعد از این ما اکنون اذا شرطیه گفتیم هم فعل شرط هم جواب شرط دارد. در اینجا کن جواب شرط در اینجا هم جواب شرط محذوف است یعنی که اصل عباره این طور است والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء ينصب بالفتحه. انمی ينصب بالفتحه جواب
ایزای ظرفیه شرطیه هست، انمین ینصبو جوابی ایزای ظرفیه شرطیه ایزا را منصوب کرده ایستاده است. ایزا ظرف است، انا همین ینصبویی که محذوف است. از گذشته ما فهم الفتحة فتكون علامة للنصب، از همین جا فهمیدیم که در اینجا جواب ایزا محذوف می باشد. پس این بود اعرابی فاما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. این بود اعرابشون. بعد از این میگوید و اما الالف، این واو میتونه بگیم واوی عاطفه، واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط و تفصیل مبني على السكون لا محل. الالف مبتدا فتكون علامة الفاء واقعة في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامة خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. پس فتكون علامة جملة فعلية في محل رفع خبر برای الالف که مبتدا بود خبر. الالف جمله اسمی مبتدا مع خبره جواب اما لا محل له من الاعراب. للنصب لام حرف جر نصبی اسم مجرور، الجار و المجرور متعلقان بی علامتن، یا میتونیم بگیم که للنصب الجار و المجرور متعلقان بی کائنتن نعت میشود برای علامتن. فی الاسماء فی حرف جر، الاسماء اسم مجرور، الاسماء منعوت، الخمسة نعت، نعت المجرور مجرور و علامت جری الکسرة الظاهرة. پس فی الاسماء الجار و المجرور متعلقان بی علامتن، این جار مجرور متعلق میشود با علامتن. نحو، پس ما میتونیم بگیم که نحو، میتونیم بگیم که نحو. اگر رفتون نحو گفتیم، اگر در اینجا ما نحو گفتیم، پس نحو خبر است برای مبتدای محذوف. اون مبتدا چی است؟ یعنی ذالک نحو، ذالک نحو. پس ذالک ذا اسم اشاره مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، لام لام بود لا محل له من الاعراب، کاف کاف خطاب لا محل له من الاعراب، نحو خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. بعد نحو مضاف، رأیتو فعل فاعل، اباک ابا مفعول به مضاف، کاف مضاف الیه. پس رأیتو اباک جمله فعلیه فی محل جر مضاف الیه نحو. نحو کی مضاف بود، این رأیتو اباک جمله فعلی مضاف الیهش می باشد. این یک اعراب اگر که نحو خوندیم. اما اگر نحو خوندیم در این صورت مفعول به لفعل المحذوف، نحو هم شود بخونی، نحو هم شود بخونی. اگر نحو خوندیم مفعول به لفعل المحذوف، فعل محذوف یعنی تقدیر الکلام اعنی نحو، یعنی اقصد و قصد میکنم مانندی، نحو یعنی مانندی مثلی رأیتو. پس نحو در چی اگر که مرفوعش بخونیم چی منصوبش بخونیم مضاف میشود. رأیتو را فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بالضمیر رفع المتحرک لا محل له من الاعراب، التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل رفع فاعل، اباک ابا مفعول به منصوب و علامت نصب الالف نیابة عن الضمه نیابة عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه. ابا مضاف، الكاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح في محل جر مضاف الیه می باشد. پس رأیت اباک جمله فعلیه فی محل جر مضاف الیه نحو، یا که نحو مضاف الیه می باشد این جمله فعلی. و اخاک و حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، اخا معطوف علی المرفوع معطوف علی المنصوب منصوب، یعنی اخا عطف در جای ابا هست. پس معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، اخا مضاف، الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الکسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. واو حرف العطف، اما حرف شرط و تفصیل لا محل له من الاعراب، الکسرة مبتدا،
فا واقعة في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامة خبر تكون منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة فتكون علامة جملة فعلی خبر الکسرة مبتدا کی بود خبرش فتكون علامة الکسرة جمله اسمی یعنی مبتدا الکسرة مبتدا مع خبره الکسرة فتكون علامة این جمله اسمی میگیم جوابی اما لا محل له من الاعراب للنصب لام حرف جر نصبی اسم مجرور جار مجرور میتونم بگم متعلق به علامتن میتونم بگم که للنصبی جار مجرور متعلقان بکائنتن نعت برای علامتن فی جمع المؤنث السالم فی حرف جر جمعی اسم مجرور جمعی مضاف المؤنث مضاف الیه السالمی نعتی جمعی می باشد نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره فی جمع المؤنث السالمی بس فی جمعی الجار و المجرور متعلقان بی علامتن اینجا فقط میتونم بگم متعلق هستند با علامتن خلاص این بود اعراب این کلمه ها بعد از این میگوید و اما الیاء فتكون علامة للنصب فی التثنیه والجمع و در جمع میگیم و حرف العطف مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب اما حرف شرط و تفصیل مبني على السكون لا محل له من الاعراب الياء مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة فتكون علامة فا حرف فا الفا واقعة في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامة خبر تكون منصوب فتكون علامة جمله فعلی خبر الياء خبر مبتدا الياء فتكون علامة جمله اسمی جواب اما لا محل له من الاعراب للنصب لام حرف جر نصبی اسم مجرور الجار و المجرور میتونم بگم متعلقان بعلامتن یا میتونم بگم که متعلقان بکائنتن نعت برای علامتن فی تثنیتی فی حرف جر تثنیتی اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بعلامتن والجمعی و حرف عطف الجمعی اسم و حرف العطف الجمعی معطوف على المجرور مجرور یعنی که الجمعی عطف جای التثنیتی است پس الجمعی معطوف على المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره بعد از این میگوید و اما حذف النون فيكون علامة للنصب في الافعال الخمسة التي رفعها بثبات النون و اما و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب اما حرف شرط و تفصیل مبني على السكون لا محل له من الاعراب حذف مبتدا مضاف مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة مضاف النون مضاف اليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة فيكون علامة فالفاء واقعة في جواب اما یا الفاء حرف رابطة جواب يكون فعل مضارع ناقص و اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو برمیگردد به حذف و علامتا خبر يكون منصوب و علامة نصب الفتحة الظاهرة فيكون علامتا جملة فعلية في محل رفع خبر برای حذف نونی خبر برای مبتدا حذف النون فيكون علامتا جمله اسمی مبتدا قطعی خبرش جمله اسمی جواب اما لا محل له من الاعراب للنصب لام حرف جر نصبی اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بعلامتن این یک اعراب یا میتونم میگم للنصب الجار و المجرور متعلقان بکائنتن نعت برای علامتن فی الافعال الخمسة فی حرف جر الافعال اسم مجرور فی حرف جر الافعال اسم مجرور فی الافعال الجار و المجرور متعلقان بعلامتن فی الافعال یعنی الجار و المجرور متعلقان بعلامتن پس افعال منعوت الخمسة نعت المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره خمستی این نعت است برای افعالی یعنی صفت افعالی هست التي اسم الموصول مبني على السكون في محل جر نعت ثاني یعنی الخمسة نعت یکمی افعال است التي نعت دویمی الافعالی می باشد في محل جر نعت ثاني
للأفعال. رفعها بثبات النون. رفع مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. رفع مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ثباتي اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة. ثباتي مضاف، النوني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس بثبات النون، بثبات الجار والمجرور متعلقان بکائن خبر برای رفع. رفع را مبتدا گفتیم، بثباتی اکنون جار و مجرور متعلقان بکائن خبر میشود برای مبتدا رفع. پس رفعها بثبات النون جمله اسمی، جمله اسمیه یعنی مع مبتدا مع خبره صله الموصوله لا محل له من الاعراب، یعنی صله التي میشود لا محل له من الاعراب که محل اعراب ندارند اینها. بذارید که صله موصوله در اعراب لا محل می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید وللخفض ثلاث علامات. واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. للخفض، لی حرف جر، خفضی اسم مجرور، الجار مجرور متعلقان بكون خبر مقدم، ثلاث مبتدا مؤخر مضاف، علامات مضاف الیه مجرور و علامت جری الکسرة الظاهره. الکسرة، اگر الکسرة گفتیم بدل المرفوع یعنی بدل ثلاثو، بدل المرفوع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، این یک اعراب. یا میتونیم بگیم الکسرة خبر برای مبتدا محذوف یعنی احدها الکسرة، خبر للمبتدا المحذوف تقدیر الكلام احدها الکسرة. یا میتونیم بگیم که الکسرة مفعول به لفعل محذوف تقدیر الكلام اعنی الکسرة یعنی اقصد الکسرة. پس این بود اعراب الکسرة که بدل یا خبر برای مبتدا محذوف، یا میتونیم الکسرة مفعول به برای فعل محذوف بگیریم. والیاء، اگر الکسرة گفتیم والیاء واو حرف العطف، الیاء معطوف على المرفوع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، والفتحه واو حرف العطف، الفتحه معطوف على المرفوع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. اگر الکسرة گفتیم والیاء والفتحه میخونیم، پس منصوب معطوف على المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره گفته اعراب میکنیم. بعد از این میگوید فاما الکسرة فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع. فاما فا حرف فصیحه، فا فصیحه است مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط و تفصیل مبني على السکون لا محل له من الاعراب. الکسرة مبتدا، فا واقع در جواب اما، تکونو فعل مضارع ناقص، اسم تکونو ضمیر مستتر تقدیر هي به الکسرة برمیگردد، علامتا خبر تکونو منصوب. پس فتکونو علامتا جمله فعلی فی محل رفع خبر برای الکسرة که مبتدا بود. پس الکسرة فتکون علامتا جمله اسمیه مع خبره یعنی مبتدا مع خبره جواب اما لا محل له من الاعراب. للخفض لام حرف جر، خفضی اسم مجرور، الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، یا میتونیم بگیم للخفض الجار و المجرور متعلقان بکائنتن نعت برای علامتن. في ثلاثه مواضع، في حرف جر، ثلاثه اسم مجرور مضاف، مواضع مضاف الیه مجرور و علامت جر الفتحه نیابه عن الکسرة لانه اسم غیر منصرف. پس في ثلاثه الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، این متعلق به علامتن می باشد. في الاسم المفرد المنصرف، في حرف جر اسمی اسم مجرور، في الاسم الجار و المجرور متعلقان بكائن بدل ای ثلاثتی. گفت في ثلاثه مواضع في الاسم الجار و المجرور متعلقان بكائن، اون کائن بدل می شود از جای ثلاثتی. پس في الاسم الاسمی منعوت، المفردی نعت، المفردی نعت المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، این نعت یکمش است. المنصرف نعت ثان مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. پس المنصرف نعت دویم است، یعنی مفردی نعت یکمی الاسمی است و منصرفی نعت دویمی
الاسمی می باشد. بعد از این میگوید و جمع تکسیر المنصرفی واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب جمعی معطوف على المجرور مجرور. این جمعی عطف تجو فی الاسم المفردی در جای اسمی ای. پس جمعی معطوف على المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. جمعی مضاف التکسیر مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره و التکسیری و المنصرفی این نعت می شود برای جمعی. جمع کی یا که بله برای جمع چی می شود؟ نعت می شود. نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. المنصرفی نعتی جمعی می باشد. بعد از این میگه و جمع المؤنث سالمی و حرف العطف جمعی معطوف علی المجرور مجرور او در جای فی الاسمی در الاسمی در جای همون اسمی عطف شده ایستاده است. جمعی مضاف المؤنثی مضاف الیه و السالمی نعت برای جمعی. نعت می شود برای جمعی نه برای مؤنث. السالم نعت شده ایستاده است برای جمعی و نعت سالمی مؤنثی گرفته نمی شود. این بود اعراب این کلمه ها. بعد از این میگوید و اما الیاء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له من الاعراب. الياء مبتدا فتكون علامة الفاء واقعة في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي برمیگردد به الياء علامة خبر تكون منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. فتكون علامة جملة فعلية في محل رفع خبر برای الياء. الياء مبتدا است فتكون علامة این خبر میشود برای الياء. الياء فتكون علامة جمله اسمی یعنی مبتدا قطعی خبرش جمله اسمی جواب اما لا محل له من الاعراب می باشد. للخفض لام حرف جر خفضی اسم مجرور. الجار مجرور متعلقان بی علامتن یا میتونم بگیم که الجار و المجرور متعلقان بی کائنتن نعت برای علامتن. فی 3 مواضع فی حرف جر 3 اسم مجرور 3 مضاف مواضع مضاف الیه مجرور و علامت جره الفتحة نیابة عن الکسرة لانه اسم غیر منصرف. فی 3 الجار و المجرور متعلقان بی علامتن. الجار و المجرور فی 3 متعلقان بی علامتن می باشد. فی الاسماء الخمسة فی حرف جر الاسماء اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بکائن بدل ای 3 فی 3 مواضع. ای فی الاسماء جار و مجرور متعلقان بکائن اون کائنین بدل می شود در جای 3 بدل المجروری مجرور یعنی در جای مجرور بدل شده ایستاده است. الاسماء منعوت الخمسة نعت المجرور مجرور و علامت جر الکسرة الظاهرة. و فی التثنیة واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. فی حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. التثنیة اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهرة. فی تثنیة عطف شده ایستاده در جای الاسماء فی الاسماء در جای فی الاسماء عطف شده ایستاده است. والجمع واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. جمعی معطوف على المجرور مجرور یعنی که والجمع عطف شده ایستاده در التثنیتی در جای التثنیتی عطف شده ایستاده است. الجمعی معطوف على المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره. پس این بود اعرابی و اما الیاء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسماء الخمسة و في التثنية والجمع. بعد از این میگوید و اما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط و تفصيل مبني على السكون لا محل له من الاعراب. الفتحة مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. فتكون علامة الفاء واقعة في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص و اسم تكون ضمیر مستتر تقدیره هي برمیگردد به الفتحة. علامة خبر تكون مرفوع منصوب و علامة نصب الفتحة الظاهرة.
پس فتکون علامتا جمله فعلیه فی محل رفع خبر برای الفتحتو. الفتحتو مبتدا بود، فتکون علامتا جمله فعلی خبرش می باشد. الفتحتو فتکون علامتا جمله اسمی یعنی مبتدا قطعی خبرش جواب اما لا محل له من الاعرابی می باشد. اما شرطی است، جواب شرط لا محل له من الاعرابی می باشد. للخفضی، لام حرف جر، خفضی اسم مجرور. الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، یا میتونم بگم که الجار و المجرور متعلقان بکائنتن، نعت برای علامتن. فی الاسمی، فی حرف جر اسمی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. فی الاسمی الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، این جار و مجرور متعلق به علامتن. الاسمی منعوت الذي اسم الموصولة مبني على السكون في محل جر، نعت برای الاسمی، نعت الاسمی. لا حرف نفی مبني على سكون لا محل له من الاعراب. ينصرف فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، برمیگردد به الذي. لا ينصرف جملة فعلية صلة الموصولة، لا ينصرف جمله فعلی صله الذي می باشد که لا محل له من الاعراب می باشد. پس این بود اعراب و اما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. بعد از این صاحب کتاب میگوید وللجزم علامتان، یعنی جزم دو علامت دارد، السکون و الحذف. وللجزم علامتان، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لی حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. جزمی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. للجزم الجار و المجرور متعلقان بکائن خبر مقدم. علامتان مبتدأ مؤخر مرفوع و علامت رفعه الالف نیابة عن الضمة لانه مثنى. علامتان مبتدا مؤخر است، مرفوع است، علامت رفعش الف است به خاطر اینکه این مثنی می باشد. پس وللجزم علامتان، اینجا در مبتدا و خبر رو پیدا کردیم. از سکون، این سکون رو می شود ما اعرابی بدل بکنیم، بگویم بدل علامتان مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره، یعنی بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهره. میتونیم از سکون را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم، یعنی احدهما السکون، یا که احدها السکون. احد مبتدا مضاف و مضاف الیه، السکون خبر می باشد برای مبتدای محذوف. یا میتونیم بگیم السکون، السکون که گفتیم مفعول به برای فعلی محذوف، یعنی که وللجزم علامتان اعنی السکون، یعنی که اقصد السکون. میتونیم مفعول به برای فعلی محذوفش بگیریم. والحذف، و حرف العطف، حذف اگر از سکون گفتیم حذف میگیم معطوف علی المرفوع مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره. اگر از سکون گفتیم والحذف میگیم معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره على آخره. بعد از این صاحب کتاب میگوید فاما السکون فیکون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. اکنون فاما السکون، فای فصیحه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط و تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. السکون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره فیکون علامة. الفا واقعة في جواب واقعة في جواب اما، واقعش دیگه در جواب اما. یکون فعل مضارع ناقص، اسم یکون ضمیر مستتر تقدیره هو، برمیگرده به السکون. علامتا خبر یکون منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره. فیکون علامتا جمله فعلیه فی محل رفع خبر برای السکون. السکون مبتدا بود، پس فیکون علامتا این خبرش می باشد. پس السکون فیکون علامتا این جمله اسمی جوابی اما لا محل له من الاعراب می باشد. جوابی السکون لا محل له من الاعراب می باشد.
للجزمی، لام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. جزمی اسم مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره. للجزمی الجار و المجرور میتونیم بگیم که متعلقان بعلامتن، الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، یا که للجزمی الجار و المجرور متعلقان بکائنین بکائنتین کائنتن نعت برای علامتن می باشد. فی الفعلی، فی حرف جر، فعلی اسم مجرور. فی الفعلی الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، این فی الفعلی الجار و المجرور متعلقان می شود با علامتن. الفعلی منعوت، المضارعی نعت، المضارعی نعت، نعت الاول، الصحيح نعت ثان. المضارعي نعت الاول مجرور ونعت المجرور مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة. الصحيح نعت ثان مجرور، نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بو میگیم الصحيح مضاف، الآخر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ایرا اضافه لفظی میگن که الصحيح الآخری این مضاف الیه لفظی می باشد. این یک اعراب. میتونیم که مضاف الیهش بگیریم، اضافه لفظی بگیریم، یا میتونیم بگیم که فی الفعل المضارع صحیح الاخرو، آخرو هم بگیم اگر جایز و درست است. اگر آخرو گفتیم اعرابش چی است؟ الصحیح این یعمل عمل فعله، این صفت مشبهه است، عمل فعل کرده است. الاخرو فاعل الصحیح می شود. بعد میگیم که الاخر فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. فاعل چی است؟ فاعل الصحیحی می باشد. الاخر میخونیم ضمه قطعی، فاعل الصحیحی می باشد. صحیح صفت مشبهه است، عمل کرده است، فاعل گرفته بعدش. و یا میتونیم که بخونیم که فی الفعل المضارع صحیح الاخره، آخره هم خوندن جایز است. اگر آخره خوندیم ایرا مفعول به میگن، علی تشبیه با مفعول به، ایرا میگن علی تشبیه با مفعول به. به خاطر اونه که صحیح میگه صفت مشبهه است، با مثل مفعول به میگه عمل میکند. چرا با مثل فعل متعدی میگه چرا که مفعول به میگیرد، پس این هم میگه مفعول به میگیرد. یا اعراب دیگر هم هست، میتونیم بگیم که فی الفعل المضارع صحیح آخره على تشبیه بالمفعول به اعراب می شود بعد صفت مشبهه. پس این بود اعراب فاما السکون فیکون علامة للجزم فی الفعل المضارع صحیح الاخری. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الحذف فیکون علامة للجزم فی الفعل المضارع المعتل الاخری و فی الافعال التي رفعها بثبات النون. و اما الحذف و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اما حرف شرط و تفصيل مبني على السكون لا محل له من الاعراب. الحذف مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، فيكون علامة الفاء واقعة في جواب اما. يكون فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع ناقص مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، و فاعله ضمیر مستتر، و یکونو اسم یکونو ضمیر مستتر تقدیره هو، برمیگردد به الحذف، هو برمیگردد به الحذف. علامتا خبر تکون منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس فیکون علامتا جمله فعلیه فی محل رفع، خبر برای الحذف، برای مبتدا خبر شده استاده است. پس الحذف فیکون علامتا یعنی مبتدا خطی خبر جمله اسمی، الحذف که مبتدا هست، این جمله اسمی در اعراب میگیم که جواب اما لا محل له من الاعراب می باشد. للجزمی لام حرف جر، جزمی اسم مجرور، الجار و المجرور متعلقان بعلامتن، یا که الجار و المجرور متعلقان به کائنتن نعت می شود برای علامتن. فی الفعلی، فی حرف جر فعلی اسم مجرور،
الجار والمجرور متعلقان بعلامتن. الفعلی نعت، الفعلی منعوت، المضارع نعت اول، المعتل نعت ثان. مضارع نعت یکمی الفعلی مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره، المعتل نعت ثان برای الفعلی مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. الاخری میتونیم الاخری بخونیم، پس میگیم المعتلی مضاف، الاخری مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. اینجا اضافه لفظی است، اضافه لفظی می باشد. یا میتونیم بگیم که المعتل الاخر، آخرو را ما بگیم که فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، یعنی که معتل صفت مشبه است، عمل فعلش کرده، آخرو را فاعل برای خودش گرفته ایستاده است، اینم جایز است. و فی الافعال التي رفعها بثبات النون، واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، الافعال اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. و فی الافعال عطف می شود در جای و فی الفعل المضارعی، در جای فی الفعل المضارع عطف شده ایستاده است این فی الافعال. پس الافعال منعوت التي اسم الموصوله مبني على السكون في محل جر نعت برای الافعال. افعال منعوت است و التي نعتش می باشد، التي صفتی الافعال. رفعها بثبات نونی، رفع مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، رفع مضاف، ها ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر مضاف الیه. بثبات نونی، بی حرف جر، ثباتی اسم مجرور، ثباتی مضاف، النونی مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. بثبات الجار والمجرور متعلقان بكائن خبر، رفع مبتدا بود، رفعها رفع مبتدا، بثباتی جار و مجرور متعلقان بکائن خبر میشد برای رفع. پس رفعها بثبات نونی جمله اسمیه صله الموصوله لا محل لها من الاعراب. این رفعها، این جمله، این صله التي می شود، التي اسم موصول کی است، این صله اش می باشد، صله الموصوله لا محل لها من الاعراب. پس این بود باب معرفتی علامات الاعراب، تا آخرش را با فضل و بزرگی الله الحمدلله توانستیم که برسانیم. بعد از این میگوید فصل المعربات قسمانی. اکنون درس امروز را در همینجا منع میکنیم، در همینجا به آخر میرسانیم. از این فصل اعرابش چی است و چند اعراب دارد، المعربات قسمانی، و دوام این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروز را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.